خوش آمدین. معاون والی ختلان تاجیکستان در دیدار با معاون والی کندوز تاکید کرده که دولت تاجیکستان به مخالفین امارت اسلامی اجازه فعالیت در این کشور را نخواهد داد. او در سفرش به کندوز بر ضرورت تقویت همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های تجارت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تأمین امنیت مرزها تاکید کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان حمله انفجاری در نزدیکی پایتخت هند را محکوم کرده است. گفته شده در پی این انفجار که شام روز دوشنبه رخ داد 8 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. پلیس هرات یک گروه 14 نفری از سارقان مسلح را بازداشت کرده است. این افراد از مناطق مختلف شهر هرات موبایل ها و موترهای مردم را به سرقت می بردند. و بر اثر انفجار یک موتر بم گذاشته شده چاشت امروز در مقابل یک محکمه در اسلام آباد 12 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند.